پوست لونداکیرم‌ها با چی پوشیده شده است؟ پوست لونداکیرم‌ها با پرده زیچ کوتیکولا پوشیده شده است. اسکاریده با کدام راه افزایش می‌کند؟ اسکاریده فقط با راه جنسی به عوض‌کنی خوجین افزایش می‌کند. در دنیا چند نمود لونداکیرم‌ها معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها وام می‌خورند؟ در دنیا زیاده از 20,000 نمود لونداکیرم‌ها معلومند که 360 نمودشان در کشور عزیز ما تاجیکستان وام می‌خورند. در دنیا چند نمود حلقه کرم‌ها معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها وام می‌خورند؟ در دنیا زیاده از 12,000 نمود حلقه کرم‌ها معلومند که زیاده از 10 نمودشان در کشور عزیز ما تاجیکستان وام می‌خورند. برای چی کرمی لای خوراک را کرمی باران می‌نامند؟ برای آن کرمی لای خوراک را کرمی باران می‌گویند که پس از باران این کرم‌ها برای زمین می‌برویند، چون که امکانیت نفس کشیدنشان محدود می‌شود. عضو نفس کشی حلقه کرم‌ها چی نام دارد؟ عضو نفس کشی حلقه کرم‌ها غلسمه نام دارد. عضو اخراج حلقه کرم‌ها چی نام دارد؟ عضو اخراج حلقه کرم‌ها متانفریدیا می نامند. تیپ حلقه کرم‌ها چند صنف را در بر می‌گیرد؟ این تیپ 3 صنف را در بر می‌گیرد. صنف یکم، صنف کرم‌های سرقیلچه یا پالیخیت‌ها. در بدن آنها پراپودیا، مویلبچه‌های حس کننده یا قیل‌ها موجود است. نمایندگان این صنف نرئیده، رگتردک و غیره می باشد. صنف دوم، صنف کرم‌های کم قیلچه یا اولیگوخیت‌ها. این صنف 5000 نمود دارد. یکی از نمایندگان این صنف کرمی لای خوراک می باشد. صنف سوم باشد صنف شلوک‌ها. این صنف 400 نمود دارد. 11 نمودش در تاجیکستان وام می‌خورند. یکی از نمایندگان این صنف شلوک طبی می باشد. کرمی لای خوراک با کدام عضوش نفس می‌گیرد؟ کرمی لای خوراک عضو مخصوصی نفس کشی ندارد. وی با واسطه تمام بدن نفس می‌گیرد. شلوغ طبی را در طب برای معالجه کدام بیماری‌ها استفاده می‌برند؟ شلوغ طبی را در طب برای معالجه کسلی‌های فشار بلند خون و اتروسکلروز استفاده می‌برند.